نیروهاش و ناوهاش آورده نزدیک مرزهای ایران و زیاد هم آورده، یکی دوتا نیستش، واقعا نیرو جمع کرده. و مهمتر از اونا موشک‌های تاد، یعنی سیستم سامانه دفاعی تاد که پیشرفته ترین نوع سامانه دفاعی امریکاست، اونها رو هم نه تنها بیشتر در اسرائیل مستقر کرده و در اردن، حتی در کشورهای امارات و عربستان هم اونها رو مستقر کرده. یعنی از نظر نظامی یک آمادگی کامل به خودش داده. حالا این آمادگی کامل میتونه دو وجه داشته باشه. یک وجه این که جلوگیری کنه از مثلا حمله ایران به اسرائیل، حمله پیشاپیشی ایران به اسرائیل، و یک وجهش هم نه، این هستش که خودش وارد جنگ بشه و آماده باشه از نظر دفاعی، بتواند موشک‌های ایران رو بزنه. خب پس ترامپ بیشترین فشار رو داره میگذاره روی رژیم، هم از نظر اقتصادی، میدونید تحریم ها هم دوباره تحریم های جدید و حتی کشتی های نفتی ایران رو گرفته و میخواد رژیم دچار تحول بشه. نقشه اصلی ترامپ این است، رژیم دچار تحول بشه. تحول از درون مفهومش چه؟ به طور سمبولیک اگر آقای خامنه ای مثلا از درون رژیم کنار گذاشته بشه، برای ترامپ یک پیروزی بزرگه و اینو میتونه به یک پیروزی. و اگر نه، ایران قبول بکنه که سر مسئله هسته‌ای غنی سازی رو کنار بگذاره، آقای ترامپ این رو در بوق و کرنا خواهد کرد که 20 ساله داریم با این کشور مذاکره میکنیم، چند درصد بکن، چند درصد، چند کیلو فلان. من موفق شدم که ایران رو مجبور کنم که غنی سازی رو برای همیشه تعطیل کنه. این هم یک پیروزی بزرگ. ترامپ فردی خودشیفته به دنبال یک پیروزی میگرده. یعنی اگر این پیروزی رو نتونه از طریق مذاکرات به دست بیارد، اون موقع احتمال اینکه دست به جنگ هم بزنه هست.